ایس حرکت منن عقلاشون میبینه و در ایس نمیبینه که به این دور هم آزاد مونیم. درسته که مثلا ربط نداری به دین به اسلام، در حقیقتا اثبات شده که تو ربط نداری به دین به اسلام، ربط علاقه هم نداری، هیچ کسر سرم نداری، قبوله، فرض کنیم قبوله، نه که این طرفش هم به وجدان، حالا که تو مثلا ربط هم نداشتی به دین اسلام و به ملت هم ربط هم نداشتی، نه که به وجدان و عقلا به عقلت این طرفش هم یک کمتر نظارت که تو ملت دلگرم شود. درسته که تمام شد حیات، حالا که تمام شد مطمئنم که مثلا معلومه که تا جایی که عقل میدونه، درسته انسان پیر شد سرش سفید میشه، مثلا مرگ خبرش کرد، همه خرم میدونه انسان، ساعت شب و روز نمیدونه، پروردگار میدونه. انا جوره همه خیلی گفتانیم کوری من خیلی گفتانیم بسیار آخی اگر این قاعد فکر کنیم میفهمیم، بخیلی در کار نبود، خودخواهی در کار نبود. من تاریخ تاجیکستان بسیار نظر میکنم، قریب 5 سال نظر کردم، در حقیقت نشان داد که بسیار قهرمانای ما مثلا همین خیلی خودخواهی کردن باعث شد ما 22 میلیارد 22 میلیون 200 22 میلیارد 200 میلیون کوادرات کیلومتر زمین داشتیم 1100 سال پیش. همین اوستا خودخواهی اومد در جغرافیای نو در کره زد خدا را شکر. همین جغرافیا هم یک قحقش با خودخواهی مثلا سنخی تو رفت، همین جغرافیا که امکان نداره آخی در عقل بیگانه کد می نفروشه، این تجاوز به یک ملت میشه و خیلی فرض کردیم نفروختن با خیتویا بکرد نکی این اینجاش هم میگه با قرقیزو زیر شوپای، مگر این انسانگری هم نیست، این توجیگری هم نیست، این بیرون دایره مثلا ملیت اوجه میدرویه اگر همین اشتباهی که با قرقیزو شده شد. خلاصه گفتنی و بیشتر خداوند همه را هدایت کنه، خداوند فقط کم در ذره ایمون پیدا کنن. ایمون میزان داره میگه، تفسیر قرآن میگه فایز داره، هسته 1%، 2%، 50، 100. هر یک انسان وقتی که راه پروردگار را انتخاب میکنه وابسته به ایمان شد. اگر دعا کنه پیش پروردگار و هدایت میکنه، اگر دعا نکنه و همون راه انتخاب کنه هرگز و پروردگار هدایت نمیکنه، چون که با خودش خواسته که همین راه گمراهی انتخاب کنه. اگر با خودش خواه پروردگار هدایتش کنه، بله هدایتش میکنه، 100% دعا کنه صدقاً هدایتش میکنه. ملت این که سردرگمی داخل افتاد. الماس واقعا باور که خدا گوش منم چشمام رس میشه، باور کنم 4 کس همتری باشه به خدا قسم که خود زگ رئیس جمهوری داری اکا ممنون قسم میالله این رحمان یک گوی خدای به خدا 2 کلمه را کنم که این شب بوایش جمله بندی کرده نمیتونه، وای وای کرده میگرده. پس 32 سال پیش سفر قدرت است. بچه‌ای که با سواد هم به خدا 2 تا 3 تا دیپلم سر دارن، یک چیکار بزنن یا اکستریمیست یا تروریست و بدبخت ما توجیه دگیجون، ولی که اگر ما اکستریمیست نبودیم به خدا ولی 1000 بار پریورات کردیم. تا اینکه افغانستان ولی یک گروه طالبان تاسیس میدادیم ولی بر وقت 1000 بار قضیه جنگ کردیم. به بچه الماس واقعا جون، نداریم. من خلق شدم نه برای مثلا ثروت، برای کرسی و مقام، من شدم خلق که مثمر باشم، نه چون این زاهد و بیجوش و خروش. من فقط میخوام که یک دعوتگر باشم که اونها را یاردم کنم در دنیای دروزه. هیچ گونه اهمیت مثلا چی نداره ثروت دنیا، همین یک دهنون بده. انسان هایی که هدایت مییابند در راه پروردگار توحید یکتاپرستی را انتخاب میکنن، دیگه برای ویا هیچ اهمیتی نداره. زندگی مثلا خوردن نیست، زندگی زیستن نیست، زندگی تأمین معاش نیست، زندگی این دیگه زندگی این کلا فرق میکنه. زندگی فقط خوردن و ثروت، زن، معاش، این زندگی خیلی نیست. زندگی باید تو یک دعوتگر باشی که دیگران را از دوزخ نجاتی. حالا که بسیاری مردم ما باور ندارن به همو 1%، 2% ممکن باور داشته باشه به همو عذابی که دردری آهن دنگلت میکنن. این عذابی که رحمه رو ما رو میتیکه یا ما رو میکشه، این هیرنده ایمون به برکشمون قسم به همو پروردگار آهن همین جوشیده است دری آهن دنگلت میکنن. این ملت باید ما درک کنه که پروردگار چی در عذابه بچه یک قطره میگه که آتش او دنیا اگر در دنیا اگر ریزه همه پژر میشه. ما باید مگرم به عظمت به همو بزرگی پروردگار ایمان داشته باشیم، چون که هزارها فکت برای ما آوردگی نمیشه پروردگار رو باور نکنیم، نمیشه، امکان نداره. ما باید باور کنیم که فکر که یک چشم انسان تو فکر